سامانیان رو تأسیس میکنه و فرهنگ و زبان فارسی رو احیا میکنه. شاه اسماعیل دست درد نکنه. عجب کاری میکنه به خدا. نه واقعیت ها اینقدر آزاد نمیدونستم بچه ها. بردار ببینم چیه. نخوره زمین. ای وای چه خوب بود. منم دوست دارم این بشم. راکی دوست داشت. دوشنبه جان دوشنبه. سلام خیلی خوش اومدید به چنل خودتون عزیزان. سینا هستم اومدم خدمت شما. پریسا هستم. ما برگشتیم با یک ویدیو بسیار جذاب با پیشنهاد شما عزیز. قراره بریم به تاجیکستان گردی. میبینم که مسافر داشتید و توریست میشیم ما. بله ما توریست میشیم دیگه. البته هم زبان هم تبار هم همه چی، هم فرهنگ و دوست و برادر. یک زوج عزیز ایرانی که سفر داشتن به تاجیکستان، ما همراهیشون میکنیم، بریم و لذت ببریم، گپ بزنیم، بشنویم، گوش کنیم، عشق کنیم. دوست دارم از نگاه یک ایرانی ببینم وقتی میرن افغانستان، میرن تاجیکستان، ببینم نظرشون چیه. مساعده به نظر من، یعنی نظرشون مثبته از نظرم و امیدوارم که بتونیم زیبایی ها رو بیشتر و بیشتر ببینیم. و تو این ویدیو تا انتها ما همراه باشید. لایک و کامنت رو فراموش همه رو چرا میگی؟ منم دوست دارم بگم دیگه. چنل رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید. آها گفتم دیگه. بشینیم و ببینیم و بگپیم. تا ثانیه آخر با ما باشید بچه‌ها. من یهو وسط این ویدیو تنزم میگیره، گرم میشم، یه چیزی میگم میخندید. آره به کشور تاجیکستان خوش اومدید. تنها کشور فارسی زبان آزاد. توی این ولاگ می‌خوایم بزنیم به تخته بچه‌ها. بابا چی کار کردید لپتاپمو؟ به کشور تاجیکستان خوش اومدید. تنها کشور فارسی زبان آزاد. توی این ولاگ می‌خوایم تجربه کامل تاجیکستانمون رو به صورت خلاصه بهتون نشون بدیم. ما که واقعاً حیرت زده شدیم با این کشور. مطمئنم هر چی تصور راجع به تاجیکستان دارین باید از ذهنتون بکنین بیرون و بیاین توی این ولاگ با تاجیکستان آشنا بشید. مخصوصا آفرین انقدر قشنگ انتخاب کردی که توی اون اینترو ویدیوت از پوشش همون کشور انتخاب کردی دیگه. خیلی هم قشنگ و خوش رنگ و لعاب. آفرین خیلی لباسای خوش رنگ و لعاب. دوشنبه بیاین ببینین چه کردن، چی ساختن و مردم چه جوری دارن زندگی میکنن. از لبخندشون معلومه. سازو جانم. اینقدر آزاد نمیدونستم بچه‌ها. پوشش بر اساس فرهنگ انتخاب میکنن دیگه. حالا میتونه خانوما هم همه اکثرا چیزای موی دیگه بلند تاثیر داشته باشه و موی پسرونه برای خانوم هم اینجا دیده نمیشه. خیلی کم، شاید مثلا از هر 1000 نفر یه نفر، شاید حتی کمتر. آشی پلوی تاجیکی میکنید، ما به آش معرکمون نمیگذره. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، دائما یکسان نماند حال دنیا غم مخور. زنده باد. ویدیو خیلی خوب داریم، اومدیم اینجا کلپچو بزنیم و دونه دونه بهشون کله پاچه. این زبونه. ای زبون دراز. بعد از کل این قرنها که قدرت از دست عربا در میاد و به فارسی زبانان برمیگرده، دقیقاً همین شاه اسماعیل بوده که میاد و سلسله سامانیان رو تأسیس میکنه و فرهنگ و زبان فارسی رو احیا میکنه. شاه اسماعیل دست درد نکنه. عجب کاری میکنه به خدا. نه واقعیت ها، یعنی کار بزرگی کرده خداییش. یعنی این کاری که فرهنگ ایرانی فارسی رو از قدیم به خاطر اون دور قدیمش زنده میکنه و مردم هم اشتیاق نشون میدن. یعنی در کنار این که فکر کنم کشور مسلمانی حساب میشه تاجیکستان هم غالبش، ولی قشنگ اون فرهنگ سنتی و قدیمی توشونه. روز اول یوهو از ازبکستان وارد شدن، مرز زمینی. همین الان رسیدیم به تاجیکستان. باش آمدی. بریم.
همین الان مرز ازبکستان و تاجیکستان رو رد کردیم پیاده پا شدیم اومدیم رسیدیم به تاجیکستان. راننده عزیزمون اومده دنبالمون که ببرتمون شهر پنجکن. سلام علیکم. شما آقا شاهرخ هستین؟ من شاهرخ خوشبختم. اوه چقدر دلم کشور رو ببینم. اینا زبونشون قشنگ میتونم بفهمم. انقدر تو ازبکستان به سختی سعی کردیم فارسی سمرقندی و بخارایی رو بفهمیم دیگه اینجا الان برامون حسابی راحته. برو بریم. اول از همه همین نزدیک مرز ازبکستان اومدیم شهر باستانی سارز. ما تصاویری از تاجیکستان دیدیم، همیشه دوشنبه رو دیدیم. حالا یا بخشایی مثلا از کوههای فکر کنم پامیر و بدخشان و اینها هم داره دیگه که سلسله ادامه داره از افغانستان میاد، ولی هیچ وقت این شکلی نه شهرهای مختلفش رو ندیدیم، ولی تو این ولاگ خواهیم دید. شهر 6000 ساله. اینجا شهر باستانی سارزم 6000 سال قدمت داره و یه سری از آثار بجامونده‌اش اینجا میتونیم ببینیم و کلا توی دنیا خیلی تعداد معدودی هستن از این شهرهایی که تمدن 6000 ساله رو نشون میدن و شهر سارزم یکیشه. البته که خب تاریخ انسان برمیگرده به 200,000 سال پیش و آثار زندگی انسان خیلی زیاد پیدا میشه مال اون دوران در دور تا دور دنیا، ولی آثار تمدن 6000 ساله خیلی کمه توی دنیا. شهرهای باستانی که نشون از کوزه‌گری داشته باشه، نشون از معماری‌های پیچیده داشته باشه، نشون از ساختارهای اجتماعی پیچیده و همچنین تجارت و اینجور چیزا خیلی کم پیدا میشه و توی شهر سارز تمام این آثار رو توی شهر باقی مونده پیدا کردن و یه سریاشو هم الان توی موزه میخوایم بریم ببینیم که آثار این تمدن باستانی به چه شکل بوده. تو همین شهر استخونای یه ملکه رو با تمام زیورالات و آینه‌ای که دستش بوده رو پیدا کردن که تمام این استخونا و همه این زیورالاتشون همون برمیگرده به 6000 سال پیش. 6000 سال قدمت داره. حالا توی موزه آخه بنده خدا مرحوم تا ثانیه آخر آینه دستش بوده. نه واقعیت که میدونی چیه؟ بکنم جزو رسومات بوده، چون خیلی از این مثلا مومیایی هم هست با اون چیزی که دوستش داشتن نمی‌کنه، مثلا مومیایی میکردن یه کاری که انجام میدادن قبل از اون دفن کردن، مثلا جواهرات و ایناشو بهش وصل آینه می‌کردن. چی بوده دستش؟ خب چون نمونده زیباییه برای بانو، مثلا هی خودشو چک می‌کرده. خدا بیامرزش. موزه قراره اونو هم ببینیم. خیلی ولاگ قشنگ و کاملیه. خیلی بچه فقط همین طولانیه ولاگشون عزیزان نزدیک به 2 ساعته که خودش یه فیلم سینماییه. آره. حالا ما روز اول رو دیدیم حسابی لذت بردیم، ولی اگر بدونیم که شما واقعا علاقه‌مندین که ما یک همچین، چون بچه‌ها دیگه کشور خودشونه دیگه آره دیدن. برای ما جذابیت خیلی داره. ما می‌خوایم داره. ریاکشنمون رو نشون بدیم. اگه دوست دارید ادامش بریم حتما بنویسید یه کامنت. کجا بنویسید؟ توی کامنت. در کنار خانم سیاره هستیم. ایشون اهل تاجیکستانن و قراره این موزه رو بهمون نشون بدن و من خیلی موزه دوست دارم. شادی نیست در این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. خوش آمدید. فراق دوستان پرهنر. و یه قشنگی که داره که ما حالا هر موقع یک ویدیویی از عزیزان تاجیکستان میبینیم همیشه با یه بیت شعری شروع میکنن و این ادبیات زیبا رو دارن و اصلا آدم عشق میکنه. خیلی قشنگه، خیلی خاصه. خیلی قدیمترین آثار در آسیای میانه، در آسیای میانه در همین سرز، بعد از سرز بعد ترکمنستان، بعد افغانستان، بعد ایران، بعد هندوستان. ما همراه شما آریایی هستیم. درسته. این تمدنی ما آریایی ها اینجا هست. ساحه‌های هنرمندی، من کلالگری، زرگری، بافندگی، ریسندگی، دویسندگی همش رشد یافته است. غیر از این چارواداری، غیر از این زراعتکاری، آنون غرمیچایی که یافتن، چای گندمنگاری که یافتن، شهادت آن است که سرزمیا همین هنرهای همش رو یاد گرفته. ملکه سارز. دیدیش چه باحال، بالاخره دیدیمش. جواهراتش کو؟ آینه‌اش دستشه. برو
و اون دستبنده این آینه چشم آینه چشم اونجاست آینه. مرد 23 ساله شوهرشه؟ نه چه جالب. پسرش هم نه، شوهرش هم نه. همه اینا کنار هم کی بودن؟ تو هم توجهت به این موضوع جلب شد که انسان‌ها قدیم‌تر، 6000 سال خیلی حساب نمیشه، ولی قدشون خیلی بلندتر از الان بوده فکر میکنم. آره. یک جا. چه جالب. این عکسش هم اونجا هست که اینم خود ملکه است و این آینه‌شه که دستش بود و اونجا پلاستیک آینه‌ش بود. آفرین به اون مجسمه ساز. خدا رحمتت کنه ملکه. امروز موندی تا این تاریخ کهن رو به تصویر بکشی. دوره عصری سنگ، آخری عصری سنگ. عصری سنگ میبیاد، بعد عصری برنجی میبیاد، بعد عصری اوهان میبیاد، بعد دیگر. این اولادهایی که دیده ایستادید اینا منه. این آموچه که شودگار میکنه زمینه. این سنگایی که دیده ایستادن غرمیچ میگوین. بله برای آسیاب کردنه. گندم میکوبن، گندم. بله. آنه دیده؟ منه. یه نوع آسیاب دستیه دیگه. قالب های سنگی قالب ای قالب های سنگی. ببین تو اون زمان خیلی فکر بوده، یعنی هنوز علم پیشرفتی نکرده بوده که مثلا سنگ خراب نمیکنه یک موادی که خیلی داغه و مثلا میتونه سنگ از همه چیز استفاده و چقدر جالب که این تمدنی که کشف کردن تونستن شواهدی پیدا کنن که همه چیز هم توش بوده، کشاورزی، نمیدونم ساخت ابزارالات، همه ی بخشا رو داشته. هنرها برای زندگی هم خیلی پیشرفت کرده بودن. در دونش فلوس میریزن یک محصولات استحصال میشه. بردار ببینم چیه؟ نخوره زمین. ای وای چه خوب بود. منم دوست دارم این بشم. راکی دوست داشتم. میگرفته دسته. سردار قبیله در دستش میگیره. حالا داریم میریم از شهر پنجکن عبور کنیم، جایی که امشب و توش اقامت داریم. خوش باشید. ولی خیلی برنامه‌ریزی خاصی دارن. آره برنامه‌ریزی خوبی میخواد خودش. به هر حال یک زوجی هستن که خیلی جاها رو رفتن و حالا ما کم و بیش دنبال میکنیم ویدیوهاشون رو و خیلی خوش انرژی هن. ولی میگم یه همچین چیزی خیلی برنامه ریزی خفنی میخواد. من دوست دارم توی حالا نمیدونم دارن یا نه، ولی مثلا یه صحبتی بکنم توی یک ویدیویی که مثلا اوایل چه جوری بودن. ما یه پیکنیک میخوایم بریم روز تعطیل 40 تا چیز جا میذاریم. جالب بود. بالاخره اینجوریه که میرن فرهنگ رو نشون میدن کشورهای مختلف. الان اومدیم توی سوپرمارکت که هم آب بگیریم و یه سری خوراکی 12 میشه $1.10. واحد پولش اینو نگاه کن. به این میگن سامانی. نگاه کن 50 سامانی. کلا چون سلسله سامانیان رو پدر تاجیکستان میدونن، واحد پولشون هم اسمش سامانیه. خیلی جالبه. اینم پرچم تاجیکستان که خیلی شبیه پرچم ایرانه. اسم من تمناس. اهل پنجکن هستی؟ پنجکن تو بیشتر دوست داری یا دوشنبه؟ بابا تو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ پنجکن دوست داره. گفتش که ایرانی‌ها رو دوست داره. ما هم تاجیک‌ها رو دوست داریم. الان در شهر پنجکن هستیم، در قسمت شمالی تاجیکستان، دره زرافشان. پشت سر من مجسمه بزرگ اسماعیل سامانی رو می‌بینیم. پدر کشور تاجیکستان به حساب میاد و اینم ساختمون دولتی پنجکن. اگه به کشور تاجیکستان سفر کردین حتما شهر پنجکن رو توی برنامه‌ها بذارین، به خاطر اینکه اینجا نزدیک مزار رودکیه که قراره ببینیم، نزدیک شهر 6000 ساله سرز که قبل از این رفتیم دیدیم و همچنین 7 دریاچه یا 7 کوه که الان می‌خوایم بریم ببینیم. این آهنگ برای دوشنبه خونده شده. بچه این آهنگو بفرستید ریاکشن بریم. جان دوشنبه. اینجوری افتخار میکنن به تاریخ و فرهنگشون. واقعا آهنگ دلیه. گاف بود. به
به طبیعت ببین لذت میبره آدم. ولی چرا جاده خاکیه؟ این سوالمه. تو کنم دارم میرن یه محل. هندونه بندازیم اونجا، لباسامون رو بشوریم. دوشنبه جان دوشنبه. اچھا حسابی لذت بردیم. خیلی برنامه قشنگ. قراره بریم به بوی جوی مولیان. قراره شاید بریم به جوی مولیان اینجوری که گفتن. آره. دیگه شهر رودکی و مزار رودکی بزرگ و حتما اگه دوست داشتین به ما بگید. توی کامنت ها بنویسید. کیف میکنیم. ویدیوها رو هی دور هم میبینیم و لذت خواهیم برد. ما که تا همینجاش عشق کردیم، یک ویدیو پر از انرژی، پر از حس خوب با مردمون خوب و امیدوارم که دوست داشته باشید و ما هم ادامه این ولاگ رو ببینیم. به زودی برمیگردیم خدمتتون بازم با پیشنهاد خودتون در همینجا. قربون شکل ماهتون بشم، ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.